ها من کمک بکنه. من میام روشم میفهمم که قهرمان شوم. یعنی هر چیزی که از پول و مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت ببری، باقی مونده‌ش نمیدونی کی میخره. یک مادری غمدار میفهمم، دیگه هیچ که نمیفهمم. دوستان عزیز، لطفاً در همین زباره که آخران کشادیم کمک کنید. گوشنام تو این کرده من باشم پاچون در میکنم، من نمیتونم در راه من در کمک بکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی دوستان بخیر. دوستان عزیز، لطفاً در همین زباره که آخران کشادیم کمک کنید. تا جایی میتوانین همکاری کنین، کمک کنین، دستگیری کنین. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر شما سبب میشوین تا اینکه یک نفس، یک شخص زنده میمانه، این به مانند این است که تمام مردم شما زنده مانده. هر یک تشمومی ندارم. منم فرزندی منم این ویاش میونش، منم گردنکش. من اینم میبینم، فقط نمیتونم دیگه خودم قبیده و استوده و میسوزد دل جگرم. فرزندی من که میونکش روز شوم، روا کتی جور بچه ها که بازی کنم، بچه ای باید شود. من دیگه نمیتونم توقت کرده. فقط این من تا فقط میگه که میونی من خیلی من کتی جورم نمیتونم بازی کرده. خواهش میکنم که تیموز یک کوشش دیگه کنیم فرزندی من میونکش به ارزوش رسه. روز شوه که همه بینم بچه خوشرو شده. یک مادری غمدار میفهمم، دیگه هیچ که نمیفهمم. اون مادری که دردناک داره، دردی همه خیلی فرزند داره، اما او دم میفهمم. لیکن من خودم دل جگر موشه سوخته است. او دمی که همون خود فرزندش که هم خیلی باشه خودش هم میسوزد. و ها من کمک بکنه. من میام روشم میفهمم که قهرمان شوم. شما میتونید کرده کنه. من سوشم بعد به هممون اید کردن میکنه، همه جدا اید کردن بکنه. حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما در حیات خود تمنا کنین، آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول مال داده است، او را پولدار کرده است، و همون پول مال در اختیار وی داده است. با پول مالی که داره در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره، مسجد میسازه، راه میسازه، کپرک میسازه، فقیر مسکینا را دستگیری میکنه، طالب علما را دستگیری میکنه که امروز جامعه ما نیاز به امی داره. یعنی هر چیزی که از پول مال داری در راه الله دادی، اونم را با خودت ببری، باقی مونده‌ش نمیدونی کی میخره. چند روز پیشتر جنازه یک آدم خواندم، من خودم جنازه در رفته بود. میلیونر بود، میلیاردر، نمیگم میلیونر، میلیاردر بود. بچه هاش آمدن، دختراش آمدن، همش ماشیناشون ماشینای قیمت ترین است. بوگاتی، مرسدس، از همه آخران مدلش. همه ماشیناشون مثل آب طلا هست، رنگش مثل آب طلا. نماز خواندیم، میکروفون در دستی بچهش دادن، گفتن دو کلمه صحبت کن، دو کلمه هم صحبت کردن نتونست. پول مالا جمع کرده است، برای همش داده است، ولی فرزند تربیت نکرده است که حتی دو کلمه در بالای قبر پدرش صحبت کرده بتونه. این خسارت است، این زیان است. بعد از او دو سه روز بعدتر از جنازه خبرشون رسید که حالا به خاطر پول مال پدر بین همدیگر جنگ میکنن. زنش تمام پول مال یک قسمی زیاد به نام خود کرده است، ولی نیت شوهر کردن هم داره. دخترش با بچهش می جنگه، ولی این بیچاره مسکین در قبر برای این پول مال پیش الله جواب میگه. الله میپرسش که این میلیاردها از کجا آوردی و اینا در کجا صرف کردی. از این خاطر دوستانی که عاقل هستین میفهمین
از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا کن. الله در مالت برکت میده.